هر ثانیه هزاران نفر دارن به این گوگل عزیز ثابت میکنن که آقو من ربات نیستم. حالا مگه این خر میفهمه؟ ولی تا حالا برات سوال شده که چرا و چطوری گوگل این همه آدم از ربات تشخیص میده؟ امروز میخوام پشت پرده این فناوری رو برات افشا کنم. این قضیه برمیگرده به یک رفتار خاص توی ما انسان‌ها که شرکت گوگل میاد و اون رو مورد بررسی قرار میده. کپچا یا ریکپچا که مخفف جمله آزمون کاملا عمومی خودکار شده تورینگه. خیلی طولانیه که ربات رو از انسان تشخیص میده و ما میدونیم که همیشه آزمون یک سری تستای تحت عنوانی که مثال داخل باکس دست خرها را پیدا کنید و تیک بزنید گرفته میشه. ولی خب همه فکر میکنن اون تست هاست که باعث میشه گوگل ما رو یه ربات یا حتی یه انسان تشخیص بده. ولی این نیست. اون فقط داره رفتار ما رو ارزیابی میکنه. یعنی گوگل دقت میکنه تا ببینه ما موس رو چطوری حرکت میدیم. عین یه ربات صاف و بدون لغزش موسمون رو حرکت میدیم و باهاش باکسا رو تیک میزنیم یا که نه دستمون میلرزه یا حتی یه راست نمیریم سراغ تیک زدن باکسا و جاهای دیگه لپتاپمون رو با موسمون انگل میکنیم. و اینه که ما رو برای شرکت گوگل تبدیل به گرین فلگش میکنه و میفهمه که ما انسانیم و اون موقع است که میتونیم ثابت کنیم که عزیز من انسان هستم. البته شاید گوگل دنبال یه مؤنث رباتی میگرده که قبلا میشناخته، ولی خب الان گمش کرده و به خاطر همینه که از همه میپرسه تو رباتی یا نه.